ضرب المثل و مقالهای امریکایی. کاری را که خودت نمی توانی مصلحت مده. مصلحت خوب دیرشوی ندارد. خشم با ابلهی سر می شود و با دعا به انجام می رسد. خشم بی خودشوی کوتاه است. خوراک نو، اشتهای تازه. روز یک سیب خوردن به از دیدار طبیب. امره بد زنجیر شیطان است. روز بد هیچگاه شب نیک ندارد. سرتراش سرتراشی را در سر ابلهان مشق می کند. کتاب بانکی انجیل خسیس است. هر کسی ریش دارد خودش آن می خرد. ریش آدم را دکتر یا فیلسوف نمی کند. زیبایی از باطن برون می آید. زیبایی قدرت است و تبسم شمشیر آن. زیبایی درهای بسته را می گشاید. انگشتان پیش از کار دو چنگک آفریده شدند. از دزدی دیده گدایی به، اما از گدایی دیده محنت کردن اولاتر. کسی که از گدایی شرمش نآمد از دزدی روی نمی گرداند. گدا هیچگاه مفلس نمی شود.